با سلام به مقام مزخرف رهبری، امروز آمدم تا از دستاوردهای دولت برایتان بگویم. ما توانستیم به مسکنها دستور بدهیم که سالی 1,000,000 ساخته شوند. حالا اینکه ساخته نشدن دیگه این حتما توطئه استکبار جهانی به قرآن. بله، ما انشالله 8 هواپیمای مسافربری با 72 سرنشین خواهیم ساخت تا دیگر نیازی نباشد که سپاه ماستاران به آنها شلیک کند و به این ترتیب در زمینه سقوط هواپیما به خودکفایی خواهیم رسید. ما در زمینه تولید هوا رکورد زدیم. از وعده های بنده که باد هوا بود تا بامبولی که در برجام هوا کردیم و عظمایی که هوای من را دارد و خودش متخصص هوافضاست، همش تو فضاست، و دلار تورمی که میزنیم زمین هوا میره نمیدونی تا کجا میره. ما این هواها را طی یک قرارداد به کشورهای مهم درجه 1 مثل قزمیتستان و شاسخیم‌آباد صادر کردیم و از آنها پشکل و پشم شتر و زنگوله بز و دستبیل وارد کردیم. در زمینه سیاست خارجی بچه‌های خودمان و هیئت دولت و بچه‌های نماینده‌های مجلس را به خارج فرستادیم و در آخر استکبار جهانی میگوییم اگر تو گوگل داری ما به اندازه کل هیئت حاکممان گاگول داریم. و السلام علیکم و کل کلاس شیشی ها.